با کار کردن سوال‌ها از سامانه مرکزی ملی تستی نمونه‌های سوال‌ها برای امتحان کار می‌کنیم. در اینجا یک سوال است. عدد 77 رو داریم و چون حصه‌ها جدا باید کنیم که همچون 2/5 نسبت داشته باشند. یعنی ما عدد 77 رو باید با قسم‌ها با حصه‌ها باید جدا کنم. 77 رو با دو قسم، یعنی بگذار x و y باشد. جمع اینها البته باید 77 باشد، لیکن نسبتشان 2/5 باشد. یعنی باید همین دو عدد رو یابم. برای این سوال کار کردن چیکار میکنیم؟ بیاین همین نسبت رو نویسیم. یعنی 2/5 البته که اینها 77 رو به ما نمیدن، لیکن در اینجا یک چیز است، اینها اختصار شدگی‌اند. 2/5 اختصار شده یک دو رقمی، یک دو عدد کلانی که جمعشون 77 و با 2/5 برابر است. اختصار شدهشان. یعنی اگر ما اختصار شده به خاطر داشته باشیم با یک رقم یک خیلی اختصار شدگی، یعنی چی معنی دارد؟ من در اینجا دو عدد یک خیلی دارم در صورت و در مخرج. اینها اختصار شدگی و در نتیجه 2/5 موندگی. یعنی از اینجا دیده میتونیم که ما حصه‌های من باید 2a و 5a باید باشند و اینها باید برابر 77 شوند. از اینجا میبینم که 7a هست و این 77 برابر است. از اینجا a چی میشود؟ 77 رو با 7 تقسیم میکنیم و به 11 برابر میشود. از اینجا چی میشه؟ a 11 است، یعنی در صورتی من همه عدد دارم 2 ضرب 11 و در مخرج من چون عدد دارم 5 ضرب 11 و از اینجا چی معلوم میشود؟ 22 و 55. یعنی اگر من 70 رو به دو حصه خیلی جدا کنم، 22 و 55، من نسبتی وقتی اختصار میکنم 2/5 رو میگیرم و جوابی د میشود.